اگزوزوم یه مبحث خیلی جالب و به روز پزشکیه و میشه گفتش که آینده پزشکی رو میتونه متحول کنه و یک انقلابی در زیبایی هستش. گاهن این سوال پیش میاد که ما چجوری میتونیم اینو به بدن برسونیم؟ آیا باید تزریق کنیم تو رنگ؟ این اگزوزوم مثلا چطوری گرفته میشه؟ یعنی از سلول انسانی گرفته میشه اینو و بعد تزریق میکنن مثل حالت پی آر یا نه مثلا یک بیس نانو داره، یک بیس باکتریایی داره؟ چه شکلی؟ سلام به همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز یه پادکست خیلی جالب براتون آماده کردیم و قراره که یه صحبت خیلی عالی با آقای دکتر داشته باشیم. این سلسله پادکست ها رو اسمش رو گذاشتیم اسکین تاک و یه ایده خیلی جدیدیه و هیچ کس هم توی کار زیبایی فعلا تا به الان این کار رو انجام نداده. امیدوارم که از این سلسله پادکست ها استفاده بکنید و کلی اطلاعات عالی قراره با هم صحبت بکنیم. امروز در خدمت آقای دکتر عزیز هستیم. اول دوستان خودتون معرفی کنین آقای دکتر. بله، خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه دوستان. حمید عبدالحسینی هستم. از سال 1371 مشغول به کار در حوزه طبابت و زیبایی هستم و در خدمتتون هستم. سلامت باشید. ما خیلی ساله که با آقای دکتر داریم کار میکنیم و همکاری داریم و همکاری خیلی خوبی هم باشون انصافا داشتیم و در خدمتتون هستیم برای چندین سال. امروز قراره که توی این پادکست ها در رابطه با مبحث های مختلفی صحبت بکنیم. یکی از اون مبحث ها رو حالا برای امروز در نظر گرفتیم و اونم مبحث اگزوزومه. حالا نمیدونم، احتمالا خودتون هم خیلی از بچه‌ها و دانشپذیران و پزشکان باهاتون در ارتباط بودن و پرسیدن راجع به این موضوع. و از ما که خیلی زیاد پرسیدن، یعنی روزی نیست که پیامی نداشته باشیم که راجع به اگزوزوم صحبت بکنید، برامون اطلاعات بدید، نمیدونم تکنیک تزریقش چطوریه. گفتم یکی از مباحثمون امروز این باشه که در رابطه با اگزوزوم صحبت بکنیم. بله حتما، چشم. خیلی جالبه که مباحث پزشکی، مباحث روز پزشکی تا وقتی که تو حوزه زیبایی نیاد سر و صدایی نمیکنه و وقتی که میاد تو حوزه زیبایی همه میشناسنش و فکر میکنن. در واقع اگزوزوم هم یه بحث جدید نیست، یه بحثی که از سال 1987 تا 90 شروع شد حوزه طبابت توش، این تحقیقات ببخشین، و اولین بار یه محققی به اسم جان استون تو امریکا، کالیفرنیا، روی این کار کرد. از اون سال داره هی تو حوزه‌های مختلف درمانی مانور میده. تازگی‌ها یعنی یه چند سالی اومده تو حوزه زیبایی که بعد اینجوری صدا کرده. دقیقاً مثل بوتاکس هم همین رویه رو داشت. دقیقاً بوتاکس هم اول برای افتادگی اسپاسمای پلک و اینا استفاده میشد، بعد یاددن رو پنجه کلاقی هم. بله، بعد که اومد تو حوزه زیبایی بعد شناختنش. اگزوزوم یه مبحث خیلی جالب و به روز پزشکیه و میشه گفتش که آینده پزشکی رو میتونه متحول کنه و خیلی از بیماری هایی رو که الان ما از درمانشون عاجز هستیم به راحتی درمان کنه. بخوام خلاصه راجبش توضیح بدم، ببینید همین گروه تحقیقاتی متوجه شدن که سلول ها به همدیگه خبر میدن، عین همسایه های یک محله که مثلا فرض کنید توی خونه دزد میاد، همسایه به همسایه خبر میده و همه خونه ها آماده میشن و خودشون رو مهیا میکنن برای دفاع. یا مثلا فرض کنید نمیدونم زلزله‌ای رخ میده یا هر اتفاقی رخ میده، خونه به خونه به هم دیگه. اگزوزوم هم همین جوره. سلول متوجه شدن که میاد قسمتی از RNA مسنجر خودش رو به اسم mRNA و قسمتی که اون رو دکود میکنه یعنی غیر فعال میکنه به اسم miRNA، این رو با یه سری از پروتئین ها و مواد داخلی خودش میاره توی وزیکل، توی حفره گرد و این رو به سطح سلولش آزاد میکنه و در فضای میان سلولی رهاش میکنه. یه 3 تا اتفاق برای این وزیکل میفته. یا میاد روی سطح رسپتورهای سلولهای مجاور میشینه و اون دقیقا مثل اینه که زنگ خونه رو بزنن و در باز شه بره داخل. اون رسپتور یا گیرنده سطح سلول به سلول میزبان میگه یه خبر از همسایه اومده، در رو باز کن. اون قشای سلول رو باز میکنه، اگزوزوم میره داخل سلول و بعد اونجا اون
mRNA یا miRNA میره با DNA سلول میزبان فعل و انفعالات لازم رو انجام میده و تغییراتی رو در اون سلول که حالا جلوتر صحبت میکنم ایجاد میکنه. یا از این روش داخل میشه یا به اصطلاح فاگوسیتوز میکنه، اگزوسیتوز بخوام دقیق‌تر بگم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این وزیکل میاد روی سطح سلول میزبان اون رو میبلعه. بله. درست عین یه جسم خارجی، اسم عین یک باکتری. بعد که میبره داخل خودش و اون موادی که گفتم رو به اصطلاح لیز میکنه، بازشون میکنه اون وزیکلو و از اون مواد استفاده میکنه. و یا به روش سوم میاد روی سطح سلول میشینه و اون mRNA رو تزریق میکنه داخل سلول. خب با یکی از این سه تا روش این پیام به سلول میزبان رسیده میشه. حالا چه اتفاقی تو سلول میزبان میفته؟ ما میدونیم همه پروتئین هایی که یه سلول میسازه در واقع محصولات کارخونه اون سلوله. حالا تو هر بافتی این محصولات متفاوته دیگه بر اساس کارایی که سلول داره. تنظیم این کار با رشته های DNA هستش که تو هسته سلولن که در واقع ژن ما روی اونها کدینگ شده. این mRNA میاد به اون رشته DNA میگه که از این به بعد تو تا حالا این کارو میکردی دیگه نکن، از این به بعد این کارو بکن، یا اگر این کارو میکردی بیشتر بکن. در واقع یه دستوراتی رو به اون DNA ابلاغ میکنه و DNA هم اون کارو انجام میده. خب پس ما با این روشی که عرض کردم که کشف کردیم تو سلول، اگر بتونیم به سلول های یک بافتی اگزوزوم هایی که خودمون میخوایم رو برسونیم، میتونیم به اون سلول بگیم شما الان سرطانی شدی، دیگه نباش، پسر خوبی باش. یا این ژن تغییر پیدا کرده، این بیماری رو پیدا کردی، نه این کارو نکن، از این بعد این راه درست رو برو. یا نه توی بحث زیبایی عرض کنم، سلول پوستی هستی که به اصطلاح یه ذره پیر شدی یا دیگه کلاژن خوب نمیسازی، پوست یه ذره دچار افت شده، اون الاستیسیته خودش از دست داده، یا لک پر لک شده، زیادی ملانین ساختی، از این به بعد دیگه این کارا رو نکن. جوان شو، بشاش شو، الاستین جدید، کلاژن جدید، ملانین کمتر و یک انقلابی در زیبایی انجام میشه. دقیقاً پارسال که من نمایشگاه دبی درما رفته بودم، توی دبی من خیلی دوست دارم نمایشگاه رو هر سال سعی می‌کنم که برم سفرهای شما رو دنبال می‌کنم و خیلی اصلا جو قشنگی داره. متاسفانه ما نمیتونیم تو کشور خودمون داشته باشیم این شرایطو دیگه. یعنی اصلا نمایشگاهی که خودمون برگزار می‌کنیم 1000م نمایشگاهی که اونجا واقعا هست و تکنولوژی و اینا نیستش. پارسال اصلا هیچ سر و صدایی از اگزوزوم توی نمایشگاه نبود. یعنی اگرم بود خیلی مثلا در سکوت همه تبلیغ می‌کردن، بیلبوردها و برندها و اینا، هیچ کدوم راجع به اگزوزوم نبود. امسال که در واقع تو فروردین ماه بود من رفتم، بلا استثناء تمامی غرفه‌هایی که تو حوزه محصولات پوستی و کاسمتیک کار می‌کردن یه محصول جداگانه داشتن به اسم اگزوزوم و واقعا می‌دونم که خب خیلی از مردم همه دنبال اینن که بیان اگزوزوم رو استفاده بکنن ازش و واقعا امیدوارم که بتونه صنعت خیلی، یعنی یه تحول خیلی خوبی تو صنعت زیبایی ایجاد بکنه این اگزوزوم. حالا دکتر این اگزوزوم مثلا چطوری گرفته میشه؟ یعنی از سلول انسانی گرفته میشه اینو و بعد تزریق میکنن مثل حالت PRP PRF یا نه مثلا یک بیس نانو داره، یک بیس باکتریایی داره، به چه شکلیه؟ ببینید اگزوزوم‌ها یه وزیکل های خیلی ریزی هستن که از 30 تا 150 نانومتر قطر دارن که این موادی که گفتم، این محصولاتی که گفتم داخل این وزیکل، این حفره قرار داره. از 3 منبع ما میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم، یا انسانی هستن یا حیوانی یا گیاهی، که خب به طب نوع انسانیش برای ماها خیلی سازگارتره و تأثیرات بسیار بهتر و بیشتری داره، اما خب یه مقدار تهیهش سخت‌تره و گرونتره. این بیشتر از سلول‌های بافت چربی، از سلول‌های بون مرو یعنی مغز استخوان استخراج میشه. اگر ما بتونیم وقتی یک نوزاد به دنیا میاد از استم سل‌های بند نافش اینو استخراج کنیم و براش فریز کنیم یا نه به تولید برسونیم، خب کیفیت و به اصطلاح دامنه کاری بسیار وسیع‌تری داره. اما خب یه ذره این زمان بره دیگه.
از نوع حیوانیش بیشتر از گاو، خوک و موش فعلا یا چند تا حیوان دیگه این تهیه میشه. همون خاصیت انسانی رو در حد ضعیفتر داره، اما چون از لحاظ ژنتیکی با انسان خیلی مچ نیست، اون سازگاری که از انسان استخراج میکنیم و نخواهیم داشتش بهتر و ممکنه حتی واکنش‌های آلرژیک هم بده. نوع حیوانیش دیگه این mRNA و miRNA رو نداره، فقط یه حالت ضد التهابی خاصی به اون میده. البته هیچ واکنش حساسیتی هم به تب نمیده، فقط ما میتونیم به عنوان یه حمایت و ضد التهاب که الان هم هست توی داروهایی که استفاده میشه ازش استفاده بکنیم. خب آقای دکتر، من حالا این سوالو برای بچه‌هایی میپرسم که خیلی شاید هنوز اطلاعاتشون کامل نیست توی زمینه اگزوزوم. خب اگر ما این اگزوزوم از یک منبع انسانی میگیریم، این منبع انسانی اگر به یه انسان دیگه ای داریم تزریق میکنیم، این میتونه باعث ایجاد حساسیت، عارضه یا بالاخره یک نوع ماده آلرژن داره وارد بدن میشه دیگه، میتونه باعث حساسیت هایی بشه؟ بله، من لازمه برای اینکه این سوالتون رو جواب بدم اول یه کوچولو از مکانیزم ایجاد حساسیت تو بدن ما وقتی که یه ماده میاد بگم، بعد بگم که این میتونه یا نمیتونه. ببینید وقتی یه ماده خارجی وارد بدن ما میشه، دو جور واکنش حساسیتی تو بدن ما ایجاد میکنه، یعنی سیستم ایمنی ما رو بیدار میکنه. یکی به سیستم ایمنی هومورال ما که بی سل ها هستن میگه که اگر قبلا اینو میشناسی، اینی که اومده تو بدن، آنتیبادی های خودتو بریز. اگر هم نمیشناسه، خب بیا اینو بشناس، تولید آنتیبادی کن و علیهش وارد شو. این یکی. دومی سیستم ایمنی سلولار ماست که تی سل ها مسئولش هستن. به اونا میگه که خب پاشید بیاید، یه خارجی اومده، یه غریبه اومده، ببینید این غریبه آشناست یا کسی اومده، ببینید آشناست یا غریبه است، دشمنه یا خودیه. اگر دشمنه که بخورینش، فاگوسیتوزش کنید، ببلعینش و از بین ببرینش. اگر هم خودیه که هیچ. حالا از کجا میفهمه این دشمنه یا خودیه؟ روی سطح سلول ها یه آنتیژن هایی هست، ما بهش میگیم HLA. هر بافتی رو که ما مثلا تو بدنمون پیوند میزنیم، اون HLA اون بافته که به سلول ایمنی میگه من خودیم یا دشمنم، غریبم. اگر سلول ایمنی اون HLA رو به عنوان خودی بشناسه، کاریش نداره و واکنش نشون نمیده. اما اگر به عنوان غریبه بشناستش، واکنش نشون میده. حالا برگردیم به اگزوزوم خودمون. اگزوزوم HLA نداره، چون در حد بسیار کوچیک و یک تکه هایی از فقط به اصطلاح رشته RNA و یه مقدار امینو اسید فقط. برای همین به هیچ عنوان نمیتونه سیستم ایمنی رو فعال کنه، مگر نوع هومورالش رو، اونم وقتی که سلول میزبان این رو به عنوان غریبه بشناسه که به تبع وقتی نمیتونه کدینگ غریبه رو از روش بخونه به عنوان غریبه نمیشناستش. پس از نوع انسانیش هیچ نوع واکنش آلرژیکی براش ما متصور نیستیم. و اصلا به خاطر اینکه فکر میکنم چون هیچ نوع ویژگی که یک سلول زنده باید داشته باشه، مثل هسته و دی ان ای و آر ان ای اینها نداره. برعکس پی آر پی که مثلا برای افراد سرطانی ما میگیم نباید تزریق بکنن. اگر کسایی که حتی سابقه هر کنسری دارن، مثلا پی آر پی صورت مو جزء کنتراندیکاسیون هاست، چون ممکنه که سرطان رو در اونجا هم فعال بکنه. ولی فکر میکنم که اگزوزوم دیگه اصلا این موضوع رو مطرح نیست. دقیقاً همونجوری که فرمودید. بله. بحث اگزوزوم خب بحث خیلی مفصلیه. مثلا خب گاهن این سوال پیش میاد که ما چجوری میتونیم اینو به بدن برسونیم؟ آیا باید تزریق کنیم تو رگ، تو عضله، یا به عنوان قرص بخوریمش؟ چجوری باید؟ الان دو تا روش، حالا تو بحث زیبایی رو من بخوام صحبت کنم چون فیلد کاری شما بیشتر اینه، دو تا روش برای رسوندن به بدن وجود داره. یکی دقیقاً مثل مزوتراپیه، یعنی تزریقات ریز در سطح لایه مزودرم پوست انجام میشه. یعنی ما دقیقاً این ماده رو میبریم جایی که سلول‌های ما اونجا فعالیت دارن و میخوایم بهشون بگیم چی کار کنن. کلاژن بیشتر بساز، بشاشتر شو، خون رسانی بهتر داشته باش، تیرگی تو از بین ببر، لک رو از بین ببر. یکی از این طریقه. دوم این که میکرونیدل کنیم فرد رو، یعنی اون پوستش رو قشنگ باز کنیم، دریچه‌هاشو، بعد این ماده رو
حالا مثل به اصطلاح با اسکراب یا هر چیزی با مثلا مایع درمانی بریزیم رو ناحیه‌ای که میکرونیدل شده و باز شده. فعلا این دوتا روش برای به اصطلاح اتفاقا خیلی موضوع خوب اشاره کردین، چون بچه‌ها تو دایرکت میدم سوال میپرسیدن که شما آموزش تزریق اگزوزومو دارین مثلا، یا موقع پارسالا خیلی PDRN مطرح بود، حالا امسال هم هست PDRN PN خیلی مطرح. میگم مثلا شما آموزش تزریق اگزوزوم، آموزش تزریق، در صورتی که اینا همشون به روش مزوتراپی تزریق میشه، حالا یا پوینت پر پوینت تزریق میشه یا با دستگاه‌های مزوگان تزریق میشه، هیچ متفاوت نیست. میکرونیدلینگ هم درست مثل مزو باش تزریق میکنن. یعنی میخوام بگم هر چیزی که مثلا به یه اسم جدیدی بچه‌ها تو بازار میاد دلیل نداره یه تکنیک خاص و خارق‌العاده‌ای برای استفادهش وجود داشته باشه. اگر شما همون تکنیک مزوتراپی رو بلد باشید، به درستی بتونید ازش استفاده کنید، روش‌هاشو بدونید، عوارضش بدونید، مراقبتاشو بدونید، اونها هم با همین تکنیک، فقط اسم اون متریاله که داره عوض میشه. حالا یه نکته هم من اینجا اشاره کنم، ما همش از خوبی‌های اگزوزوم گفتیم، ولی جالبه بدونید یه بافتی که سرطانی میشه توسط همین اگزوزوما متاستاز یا گسترش پیدا میکنه. یعنی که یه سلول سرطانی خب میدونید دچار تکثیر غیر منطقی و خارج از روال عادی میشه و اون وظایفی که باید تو بافت انجام بده دیگه انجام نمیده. این اگزوزوم میفرسته سلولای کناری، میگه من خودیم، من دیگه غریبه نیستم، نگران نباشید، شما هم مثل من کار کنید، شما هم دیوونه‌وار تکثیر شید، شما هم وظایفتون رو انجام ندید. یعنی چی ما همش بخوایم برای بافتمون بیگاری کنیم؟ خلاصه اونا رو هم از راه به در میکنه، یه بزگر گله رو گرم میکنه، همینجور متاستاز گسترش پیدا میکنه. حالا اگر ما بتونیم تشخیص بدیم که این سلولی که الان داره این پیام‌ها رو میفرسته خارج از روال داره این کار میکنه و جلوی پیام رسانیشو بگیریم، در واقع سرطان درمان کردیم. و این اتفاق من فکر میکنم انشالله به زودی میفته، چون اساس کار خیلی واضحه، فقط توی عمل الان مسئله است. آره انشالله. خیلی هم پرسیده بودن که چرا اگزوزوم هنوز FDA نداره. بعد من تو جوابشون گفتم بابا اصلا FDA واقعا گرفتنش خیلی داستان، یعنی شاید 90% محصولاتی که ما خیلی روتین داریم تو کلینیکمون استفاده میکنیم، چه حالا ایران که متریالا و برندهای متفرقه زیاده، چه خارج از ایران، خیلیشون اصلا FDA اپروو ندارن و میگفتن خب چون پس FDA نداره پس نمیتونیم استفاده کنیم، در صورتی که خیلی از محصولات واقعا احتیاج به FDA ندارن، چون گرفتنش خیلی سخت و دردسر داره، ولی نشون دهنده کیفیت خوب اون جنس هم هستش وقتی FDA هم نداره. البته که بعد خب مراحل خاص خودشو بره، بالاخره تاییدیه خاص خودشو بگیره، ولی خیلی براشون این دغدغه بود که چون پس FDA تایید نکرده پس ما نباید تزریق کنیم. خیلی از این تزریقای مثلا لب روسی هم باورتون میشه اصلا FDA تایید نکرده، یا مثلا تزریق فیلر گلوتال رو FDA تایید نکرده، ولی خب به وفور داره توی ایران و خارج از ایران و همه جا داره انجام میشه، مشکلی هم پیش نیامده. البته بحث FDA اپروو من اجازه میخوام اینجا یه نکته‌ای رو اشاره کنم، اونم که ببینید واقعا اینجوری نیست که FDA فقط نگرش علمی داشته باشه. اینو من نمیگم، اینو اکثر سایت‌های علمی دارن به این مسئله. FDA مقدار نگرش‌های غیر علمی هم داره به قضایا، حالا سیاسی هست، تجاری هست، نگرش‌های این تیپی هم داره. مثلا خب چرا اولین بار سوئد بعد دکتر جان تولوان اینو بده بیرون؟ چرا کالیفرنیا ما که کار کرد نباید بده بیرون؟ ثبت می‌کنیم اونا بدن ما اپروو کنیم، مثلا عرض می‌کنم. یا مثلا فرض بفرمایید که خب الان داروهایی که ما داریم از اگزوزوم تراپی تو دنیا به فرموده خودتون داره انجام میشه، فقط بحث اون مقداریش که از حیوان گرفته میشه هنوز خب تو مرحله تحقیقه که میخوان واقعا عوارضی رو بدن نداشته باشه. ولی الان خود امریکا مثلا برند آنجلا کیل هستش، اگزوزوم تراپیشون خیلی هم برند معروفیه، داره انجام میشه، تو خود امریکا هم داره انجام میشه، نه تنها مثلا بگیم فقط خارج از خاک آمریکا، نه، و اکثر کشورها همونجوری که فرمودید ساختن اینو و داره تو به خصوص تو بحث زیبایی ازش استفاده میشه. خود کشور ما هم یه برندی ساخته که حالا قرار اسم نبریم. آره و خیلی هم و خیلی هم ویالای 4cc داده بیرون، خیلی هم اثر خوبی هم اتفاقا داره، چون تو سیستو به اصطلاح زمینه نانو ما خیلی خوب کار کردیم سالهای اخیر و اینم که عرض کردم یه نانو داروه دیگه.
خب حالا دکتر به نظرتون مثلا این اگزوزوما میتونن در آینده که نه، یعنی میخوام اینجوری بگم که این اگزوزوم به نظرتون بهتره، PRP بهتره، ترکیبش بهتره، مثلا الان هرفیلرهایی که وجود دارن بهتره؟ بالاخره یه سری موادی قطعا توی هرفیلر هست که شاید اون تزریق اون اگزوزوم ها ما نتونیم به اون هدف برسیم. سوال خوبی کردید. ببینید یه وقتی شما به سلولی که مشکل داره، خب کارخونه است دیگه، هر سلول یه کارخونه است، بله، تولیدات داره. یه وقت فقط مواد اولیه میرسونید به این کارخونه، مواد اولیه که مورد نیاز کارخونه هستش و این کارخونه حالا از اون مواد استفاده میکنه، ولی نه خودش مشکل داره، صرف کمبود ماده نیستش. یه وقتی میایید نه کار اون کارخونه رو، راندمانش رو میبرید بالا، اون مشکلش رو حل میکنید. به نظرتون کدوم مفیدتر و موثرتره؟ قطعا دومی. شما هرچی به ماده به کارخونه‌ای برسونید که راندمانش پایینه، اصلا مدیریتش غلطه، کارگراش با مسئولینش مشکل دارن، خب این نمیتونه از اون مواد استفاده کنه. بحث PRP که فرمودید، مزوی که فرمودید، اینا مواده. اما اگزوزوم میاد همونجور که عرض کردم، میاد تو DNA سلول، اشکالات DNA رو رفع میکنه، مدیریت کارخونه رو درست میکنه. خب به طب تأثیرش زمین تا آسمونه. منتها چون این هنوز شکل اویلیبل خاصی نداره، هنوز ما در حد تئوری تو خیلی از مباحث پزشکی هنوز اونجوری ملموس نشده. اگر این راهی رو که داره میره انشالله در سالهای آینده، عرض کردم اول عرضم، یه تحول بزرگی تو درمانهای پزشکی رخ میده. خیلی هم عالی. خیلی نکته‌های خوبی با هم بررسی کردیم. فکر کنم دیگه تقریبا جواب سوال خیلی از بچه‌ها هم داده شده. خیلی ممنونم آقای دکتر، بسیار عالی توضیح دادید. مرسی شما، سلامت. مرسی از شما همراهان عزیز که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. منتظر قسمت‌های بعدی اسکین تاک و قسمت دوم و سوم و چهارمش هم حتما باشین.